السلام علیکم برای شما رهروان دین اسلام. محمد هستم. بازم دوباره تماس گرفتم از کشور انگلیس و امروز صبح شنیدم از این برنامه آقای انصاری عزیز که گفتن در عراق اینا یه امامزاده مجسمه را گرفتن، امامزاده درست کردن و امامزاده نقلی ساختگی چی باشه تو خیابانا میگردونن، از مردم پول میگیرن. یعنی اینا را کاپی کردن یا از ساختای هندوهای هندوستان که ما در این رفتیم، اونا هم هفته یک بار از این مجسمه‌هاشون روی این چی میذارن، از این چرخا میذارن و میچرخونن تو کوچه ها که مردم بیاد از این درمان طلب کنن و بخشش طلب کنن و یا بعضیا پول پرداخت کنن اونجا. یعنی هر مراد که داشتن از اونا طلب کنن. یعنی الان این آخوندهای ایران هم کاپی از اون هندوها را کردن و برای تمام شیعه های عزیز میگم که حواسشون جمع باشن، از این خرافات دور باشن. این چه خرافات، باید فکر کنن خودشون که در چی حالت اینا را کشوندن این آخوندهای رازین، یا پولای اینا کجا میرن. یعنی اونا جسمای مرده هستن این امامزاده ها. چطور میتونن اونا برای خودشون نتونست کار کنن، برای شما چی کار کنن؟ چطور میتونن کمک یا دستاورد داشته باشن؟ چرا خود اینا نمیرن به اون امامزاده ها وقتی که مریض میشن یا بیمار میرن در آمریکا و اروپا خودشون تداوی میکنن؟ چرا خود اینا نمیرن؟ عقل شما را دستشون گرفتن این آخوندا. یعنی به این حد رسیدن که تمام ملت ایران چقدر مهندس داره، دکتر داره، یا همشون مثلا دانشگاه را تمام کردن، یعنی 90%شون. از عقلتون خود کار بگیریم که اینا شما رو به چی بازی گرفتن. البته باز معذرت از تمام شیعه معذرت میخوام که این حرفا زدم، ولی حواسشون جمع باشه. خداحافظ. الله امرایتان. وصال حق و نور. Mm-hmm.